قراره 24 ساعت فقط با یه رنگ زندگی کنم و رنگ اولمون هم زرده. بریم خرید. هر چی میبینم باید زرد باشه، حتی موز تلفنی. خرید تموم، وقتشه بریم خونه و همشو تست کنیم. اگه این چالشو دوست دارید. سلام، امروز اولین روز چالش 24 ساعته با یه رنگه و رنگ اول زرده. صبحونه کاملا زرد درست کردم. پنکیک عسلی، انبه، تاق مرغ، اسموتی و حتی نوشابه لیمویی. ببینید چه خوش. روز چالش 24 ساعت با یه رنگ شروع میکنم. رنگ اول زرد، لباسای زرد، صبحونه زرد و حتی ماشین زرد. همه چی باید طلایی بشه. شام خوش‌تر با کاری و حالا دیگه وقت استراحت. روز زمان تایمر رو میزنم و شروع شد. فقط رنگ زرد 24 ساعت. شاممون هم کاملا زرد. بزن بریم. به سلامتی مرغ عسلی. چاقوی پایانی تموم شد. از حالا به مدت 24 ساعت فقط رنگ زرد. صبحانه زرد، برنج و انبه و عسل. پیاده‌روی بارونی با بارونی لیمویی. بعد از زرد فیلم و پاپ کورن زرد. عصر هم باد. من امروز قراره 24 ساعت فقط با یه رنگ زندگی کنم و رنگ اولمون هم زرده. بریم خرید. هر چی میبینم باید زرد باشه، حتی موز تلفنی. خرید تموم، وقتشه بریم خونه و همشو تست کنیم. اگه این چالشو دوست این روز اول چالش رنگ زرد. اینم عصرونه ها. همش زرده، حتی نوشیدنی، کیک لیمویی، پفک زرتی، موز، عسل، همه چی خوشمزه است. 24 ساعت زرد ادامه داره. امروز قراره 24 ساعت فقط با رنگ زرد زندگی کنم. و این جعبه شانسی همش زرده. وای نگاه کنید چراغ موزی چه بامزه است. جوراب پشماله و هدف. قراره 24 ساعت فقط با یک رنگ زندگی کنم و رنگ اول زرد. بیاین ببینیم توی این باکس شانسی چی است. عینک آفتابی خوش رنگ، بطری آب، دوربین مینی، شمع لیمویی و آدامس خرسکی.